با سلام و درود، شاهین صداقت هستم. برنامه این هفته دفتر وکالت خود را خدمت شما تقدیم می کنم. امروز خوشبختانه خانم دکتر مهناز طاهری پور رو هم در استودیو خواهیم داشت و میتونیم همراه هم به سوالات شما پاسخ بدیم در مورد امور حقوقی. میدونم زیاد راجع به امور مهاجرت زنگ میزنید، ولی به هر صورت ما در اختیار شما هستیم در هر موقعیتی. اگر اجازه بفرمایید به یک سری مسائل اجتماعی و سیاسی من معمولا اول برنامه میرسم و بعد هم تلفن‌های استودیو باز خواهد بود. البته در اون میان یک مشروح اخبار رو هم با هم نگاه خواهیم کرد. تقاضای من از شما این هستش که زمانی که زنگ میزنید برای پرسش، برای سوالات خودتون رو به صورت مختصر و کلی بیان بفرمایید که من هم بتونم یا خانم دکتر طاهری پور بتونیم جوابهایی رو به شما بدیم که اصولاً برای اطلاعات عمومی هست و راجع به پرونده خصوصی شما صحبتی لازم نباشه که انجام بدیم، چون در این وقت کوتاهی که در برنامه داریم واقعاً درست نیست که ما بدون در نظر گرفتن تمام شرایط و جوانب بخوایم جوابی بدیم که مختص به پرونده شخصی شما باشه. منتها برای پرونده های شخصی خودتون میتونید با دفتر وکالت تماس بگیرید، تقاضای وقت تلفنی بفرمایید. وقتهای تلفنی شرایط خودشون رو دارن که کادر دفتر در اختیارتون قرار خواهند داد و در اون مدت کوتاهی که ما با هم نیم ساعت، یک ساعت، 45 دقیقه هر چقدر لازم باشه صحبت میکنیم، من میتونم سوالات لازمه رو از شما بکنم، اطلاعات لازمه رو از شما بگیرم و هم من هم خانم دکتر طاهری پور در اختیارتون هستیم که بتونیم جوابهای لازمه رو راجع به پرونده‌های خودتون به شما بدیم، مخصوصا اگر پرونده‌ای رو دارید که یا خودتون شروع کردید یا وکیل دیگری دارید و احتیاج به نظر دوم دارید. کاملا ما در اختیار شما هستیم و میتونیم پاسخگوی سوالاتتون برای این مسائل باشیم. داشتم امروز یک مقاله‌ای رو نگاه می‌کردم در مورد مهاجرین دنیا که در این دهه گذشته مهاجرت به چه صورت انجام شده. می‌بینیم که کل تعداد مهاجرین از ایران داره کم کم به 2 میلیون میرسه بعد از انقلاب، 1,959,000 نفر و این تا سال 2008 بوده، یعنی 2010 بوده، یعنی 2 سال آخر رو در نظر نگرفتن. به هر صورت می‌بینیم که تعداد واقعا زیادی هست. 3% کل مهاجرین دنیا رو ما داریم. 85,000 نفر ایرانی تقاضای پناهندگی از ایران کردند و در ممالک مختلف هستند که از اینها بیشترین تعدادشون اول در آمریکا و بعد در سوئد هستند. در آمریکا درصد قبولی پرونده های ایرانی خوشبختانه 73.3% هستش و میبینیم که خب دلیلی هم نداره واقعا رد بکنن. از یک طرف ایران رو در رسانه ها به عنوان دشمن شماره 1 معرفی میکنن، از یک طرف به اتباعش پناهندگی ندن، خب واقعا عملی نیست. و میبینیم که در کل ایران 2% کل مردم ایران مهاجر شدن در عرض این مدت که واقعا تعداد خیلی خیلی زیادی است. البته به جمعیت فعلی ایران نگاه نکنید، در زمان انقلاب جمعیت ایران فقط 35-6 میلیون بلکه 40 میلیون بود. در نتیجه تعداد 2 میلیونی که از ایران خارج شدن واقعا یک تعداد قابل ملاحظه و بزرگی هستش. در تمام برنامه ها من سعی میکنم یا راجع به زندانیانی که در حال حاضر زندان هستن صحبت بکنم یا راجع به مفاخیر و اشخاص برجسته‌ای که ما در ایران داشتیم و به یادشون مینشینیم یا در حال حاضر وجود دارند، زنده هستند و ما باید به اونها افتخار بکنیم. یکی از این افراد آقای عبدالوهاب شهیدی هستند که معرف حضور همه هستند. ایشون در هفته گذشته به سن 90 سالگی رسیدند و اگر اجازه بفرمایید ویدیو کوتاهی هست راجع به مصاحبه های آخری که با ایشون شده، این رو ما با هم تماشا بکنیم و من برمیگردم در خدمتتون هستم برای بقیه برنامه. با تشکر. نیم بی تو دمی بی غم کجایی، ندارم بی تو دل خرم کجایی. ز من هر دم برآید ناله و آه، چو یاد آید رخت هر دم کجایی. این مرحوم عارفه که بزرگان موسیقی آقای معروفی و آقای خالقی این دوتا اینو تنظیم کردن و اینو من میکس کردم. برای اولین بار در رادیو برنامه گلها میکس من اجرا کردم
که تو استودیو 2 تا بلندگو گذاشتن، پخش کردن، من وسطش وایسادم با گوشی خوندم. گریه را به مستی بهانه کردم، شکوه ها ز دست زمانه کردم. آستین چو از چشم برگرفتم، سیل خون به دامن روانه کردم. دلا خموشی چرا، چه خم نجوشی چرا، برون شد از پرده راز، پرده راز، پرده راز. خموشی چرا، تو هم خموشی چرا. ضمن سلام، من عبدالوهاب شهیدی، فرزند میرزا حسن صدر اسلام میمه‌ای، در تاریخ 10 مهر 1301 در میمه متولد شدم. پس از دوران کودکی در سن 16 سالگی کارمند آموزش و پرورش شدم به عنوان آموزگار تا 1120 و در ضمن من پدرم چون با موسیقی آشنا بود چند دستگاه ازشون یاد گرفتم، مثنویات ازشون یاد گرفتم، ولی متاسفانه در 14 سالگی پدرم فوت کرد، نتونستم استفاده بکنم از صفحات گرامافون اون موقع که تاج و ادیب اینا معروف بودم، از اونا استفاده میکردم تا اومدم برای وظیفه. بعد از وظیفه در ارتش وارد شدم، خدمت ارتش، و رفتم برای کار هنری، رفتم کلاس استاد مرتاش و از سال 22 تا 39 تماما وقت من اونجا بودم. بازیگری یاد گرفتم، رولای متعدد بازی کردم، مثل مجنون، مثل حافظ، مثل خیام، و فکر نمی کردم من به طرف موسیقی کشیده بشم. البته در این مدت من از کلاس ایشون استفاده می کردم، کلاس موسیقیش. بعد سنتور یاد گرفتم، عود یاد گرفتم. این بود سال 39 به رادیو مستقیم به برنامه گلها رفتم. بودم تا سال 57، میشه گفت هر روزه در رادیو بودم و در حدود هزاران ساعت کار تحویل دادیم که الان در آرشیو رادیو هست. چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را. اولی آواز من در افشاری بود با تار آقای مهاجر، شعر از حافظ، من هم ناشناس خوندم. آخری آهنگ برنامه بیاترک بود که همیسر کنارگیری آقای پیرنیا اینو با خودش برد خونه. حالا نمیدونم پخش شد یا پخش نشد. بسیار چیز خوبی هم شده بود ولی متاسفانه من نشنیدم. زندگی یا آهنگ معمولی خرم آبادی بود که ما شعرش عوض کردیم، ریتمش عوض کردیم، اینو به وجود بردیم. در سال 47 در جشن هنر اولین بار پخش شد. این شعرش مال هما خانم هما میرافشار، تنظیمش هم از آقای پایور، تهیه‌اش هم خودم رفتم دست پا کردیم، آهنگو پیدا کردم. باور نمی کردیم که این به این فرم شکوفا بشه که مرحوم حسین تهرانی اسمش گفت بود سرود ملی، که یه جای برنامه داشتیم تا اینو نمیخوندیم ولی اون نمیکردن. و اینا همش خاطره است. زندگی خاطره است، اینا خاطره است. منطقه من خاطره ها مقاب کردم دیوار بسل. زندگی بی چشم تو، زندگی بی چشم تو، رنج و عذاب. آقای پیرنیا یه آدمی از خود گذشته که زندگیشو فدای کاری که دوست داشت کرده بود.
این پیرمرد ساعت 9 صبح بلند شد می اومد 9 شب برمیگشت خونه، نهارش رو سر پا میخورد تا بتونه این برنامه رو تنظیم کنه، یادگار رو بذاره که فکر نمی کنم در هیچ عهدی همچین کاری کرده باشن و در هیچ عهدی این کاری بشه کرد. عزیزم سوزه نام آهنگ بختیاری است که عبدالوهاب شهیدی با حفظ لحن آهنگ اصلی به صورت آواز آزاد خوانده است. من عاشق آهنگ‌های محلی بودم. آهنگ مازندرانی رو خوردم، کردی خوندم، عرض کنم شیرازی خوندم. از همه بیشتر من به کششم به طرف بختیاری خیلی بیشتر بود. بعدم آخرین کار سیدیم هم در آمریکا به نام تنها بیا ضبط کردیم که در آنجا به فروش رفت و در اینجا هنوز موفق نشدیم تکثیرش کنیم. دور از نگاه اینان آشفته از رشک کسان، ای آرزوی من شبی. در حال حاضر زده شدم، از کار موسیقی زده شدم. یعنی من که در شبانه روز 5 ساعت 6 ساعت ساز میزدم، حالا در سالش نیم ساعت هم دست نمیزنم. ما زحمتمون 70 سال کشیدیم. تنها بیا تنها بیا. بله، هنرمند استوار و بلند قامت ایران، امیدوارم که همیشه زنده باشن، همیشه در کنارشون باشیم و ازشون استفاده بکنیم. خب من برنامه‌های دیگری هم داشتم ولی به خاطر اینکه دیر به استودیو رسیدم متاسفانه وقت اونها نیست. اجازه بدید به یک سری مسائل مهاجرتی که در هفته‌های گذشته راجع به اون زیاد زنگ داشتم، زیاد تلفن داشتم برسم و بعد هم مشروع اخبار رو با هم نگاه بکنیم. به خاطر وضع نابسامانی که در حال حاضر در مورد ارز در ایران وجود داره، من می‌بینم که یک مقدار اون راه‌های معمولی که در گذشته ایرانیان اتخاذ می‌کردن برای مهاجرت به آمریکا در حال حاضر راجع بهش صحبت کمتر میشه. همه منتظر هستن ببینن وضع ارزی و ریال و دلار و اینجور چیزها به کجا میرسه. منتها زنگ‌های متعددی داشتم از افرادی که واقعا جزو هنرمندان به نام در ایران هستن، جزو ورزشکاران به نام هستن، جزو افرادی هستن که در علوم مشهور هستن. به هر صورت همونجوری که در هفته‌های گذشته خدمتتون گفتم، دولت آمریکا برای اینجور افراد فرش قرمزی گسترده. اینها رو به عنوان افرادی که مهارت‌های خارق‌العاده یا مهارت‌های فوق‌العاده دارند سعی میکنه جلب بکنه به آمریکا. این نوع ویزاها یا کارت‌های سبز که از این طریق گرفته میشه رو بهش میگن aliens of extraordinary ability، یعنی خارجیان با مهارت‌های خارق‌العاده. و میبینیم که به هر صورت این راه هنوز باز هست. برای اینکه بتونید از این راه شما به آمریکا بیاید باید بتونید ثابت کنید که جزو اون 5% بالای جامعه هنری یا ورزشی یا علمی خودتون هستید، جزو افرادی هستید که در اون رشته بسیار سرشناس هستید. دیگر افراد در همون رشته که خودشون هم معروف هستن و صاحب نظر هستن روی اینکه شما هم یکی از افراد برجسته هستید صحه میگذارن. یعنی باید برید این جور مدارک رو جمع و جور بکنید و بتونیم اینها رو ارائه بدیم به دولت. باید بتونید نشون بدید که خودتون به داوری کارهای دیگران نشستید، عضو جوامع یا جامعه یا گروهی هستید که عضویت در اون یکی از افتخارات محسوب میشه. مقالات یا به اصطلاح برنامه‌های راجع به شما در رسانه‌های مختلف وجود داشته، خودتون مقالاتی ممکنه نوشته باشید. به هر صورت ببینید دولت آمریکا میاد 10 مورد از اینها رو اسم میبره که الان چندین موردش رو خدمتتون گفتم. لازم نیست شما همه اینها رو داشته باشید. فرض بفرمایید جزو افرادی هستید که در علوم بسیار شناخته شده هستید در رشته کاری خودتون، ولی جراید به خاطر اینکه این مسئله ممکنه پاپولار و به اصطلاح اجتماعی نبوده باشه نیومده با شما صحبت بکنه، مقاله راجع به شما بنویسه. اشکال نداره، شما خودتون ممکنه مقالاتی جزوه‌هایی نوشته باشید که ما بتونیم اونها رو استفاده بکنیم. به هر صورت از این 10 موردی که دولت آمریکا اسم میبره شما باید بتونید نشون بدید که 3 موردش رو دارا هستید و
جزو اون افرادی هستید که مستحق گرفتن این نوع کارت سبز هستید. خوشبختانه برای گرفتن کارت سبز از طریق مهارت‌های یا از طریق مهارت‌های خارق‌العاده باید بگم احتیاج به کارفرما نیست. شما میتونید با نشان دادن این که دارای اون محاسن هستید و در ضمن خودتون پروژه کاری در آمریکا دارید بدون داشتن کارفرما یا سپانسر به قول آمریکایی‌ها مهاجرتتون رو انجام بدید. منتها فرض کنید که من یک نقاش بسیار معروف هستم و دارم میگم میخوام بیام در آمریکا یک استودیوی باز بکنم و به کار نقاشی بپردازم. حداقل من باید نشون بدم اونقدر دارایی دارم که بتونم بیام یک جایی رو به عنوان استودیو کرایه بکنم، 2 تا بوم نقاشی بگیرم، رنگامو بگیرم و اینجور چیزها. یا اگر جزو افرادی هستید که در علوم جزو اساتید هستید، باید بتونید نشون بدید مثلا قراره بیاید اینجا پروژه ریسرچ یا به اصطلاح تجسس انجام بدید و برای این موضوع هم شما درآمد کامل یا دارایی کامل رو دارید که بتونید آزمایشگاه خودتون رو انجام بدید، دفتری بگیرید، بتونید از کامپیوتر استفاده بکنید. برصد از نظر مالی بعد بتونید نشون بدید اون میزانی رو که لازم هست خودتون به کار بندازید و به قول معروف و بالا گردن دولت آمریکا نشید رو دارا هستید. ما کاری که در دفترمون انجام میدیم، از دوستانی که علاقه‌مند به این موضوع هستند خواهش میکنم زنگ بزنید. ما اطلاعات لازمه رو از شما میگیریم. در اون مکالمه و مذاکره اولی که ما با هم خواهیم داشت، من خدمت شما میتونم کلا بگم که پرونده شما جزو پرونده‌های انجام شدنی هست یا خیر. مثلا من در هفته گذشته دوستی از ایران زنگ زدن که کار داوری در یکی از شهرستان‌ها رو انجام میدن و علیرغم اینکه کارشون خوب هست و ممکنه در سطح اون شهرستان بسیار معروف و محبوب باشند، متاسفانه وقتی که سوال بیشتر ازشون کردم دیدم حتی در سطح ملی هم اون معروفیت لازمه رو ندارن که ما بتونیم بگیم حتی در ایران این مسئله هست. منتها در همین برنامه داوری دوست دیگری بود که من دیدم در سطح کل کشور در یکی از ورزش‌ها ایشون واقعا جزو افراد سرشناس و شناخته شده هستن و ما میتونیم این کار رو براشون انجام بدیم. بعد از اینکه در این مذاکره اول من یا خانم دکتر طاهری پور حداقل اون برآورد اولیه رو انجام دادیم و خدمت شما گفتیم که این کار عملی هست یا خیر، از شما میخوایم که بعد از اینکه دفتر ما رو به کار گرفتید اون چیزهایی رو که ما احتیاج داریم، اون مقالات، اون مدارکی رو که ما احتیاج داریم برای ما ارسال بکنید و ما کار رو روی اینها شروع میکنیم. منتها باز هم پیش اومده که در حین کار بعد از اینکه تمام این مدارک رو کنار هم گذاشتیم و اینها رو به اصطلاح نگاه کردیم، دیدیم که نه، این به اندازه کافی نیست. یا در اون زمان مدارک بیشتری از شما میخوایم یا پرونده رو براتون برمیگردونیم، چون اگر من احساس بکنم که پرونده قابل قبول نیست چه لزومی به فرستادن این هست. منتها در حال حاضر یکی از راه‌های بسیار خوب برای مهاجرت به آمریکا همین توانایی‌های خارق‌العاده هست. شما اگر جزو ورزشکاران، جزو هنرمندان، جزو موزیسین‌ها، جزو افرادی که اساتید معروف هستید، در رشته‌های علمی فعالیت دارید، میتونید با دفتر ما، وکالت ما تماس بگیرید و حداقل بتونیم راجع به این مسئله با هم صحبتی داشته باشیم. مسئله دیگر در مورد واوا من هفته قبل صحبت کردم. واوا افرادی هستند که ازدواج میکنن با ایرانیان و در طول مدت ازدواج مشکلاتی پیش میاد، زد و خورد انجام میشه، مشکلات روحی و روانی پیش میاد و این 2 تا شخص از هم جدا میشن. معمولا اون شخصی که از طریق ازدواج داشته کارت سبز خودشون رو میگرفته به دست و پا میفته که حالا من کارت سبزم چی میشه، اقامتم چی میشه، آیا میتونم اینجا بمونم یا نه. باز هم من پیشنهاد میکنم اگر در این زمینه شما سوالاتی دارید حتما با دفتر وکالت ما تماس بگیرید. خانم دکتر مهرناز طاهری پور در این رشته میتونن، در این زمینه میتونن کمک‌های زیادی به شما انجام بدن. موکلینی داشتیم که کمکشون کردیم در شلترها و پناهگاه‌های لازمه جا گرفتن، چون در منزل مورد هجوم و زد و خورد قرار میگرفتن و به هر صورت کمک‌های لازمه رو به شما میرسونیم. اگر اجازه بفرمایید به زمانی رسیدیم که مشروح اخبار رو باید با هم نگاه بکنیم. وقتی برمیگردیم تلفن‌های استودیو باز هستن، میتونید زنگ بزنید. خانم دکتر طاهری پور و من در اختیار شما هستیم. با تشکر.
جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت ادامه ادعای امارات متحده عربی درباره حاکمیت بر جزایر سگانه در خلیج فارس به کاهش یا قطع روابط با این کشور دست خواهد زد. در ایران یک نماینده مجلس از دستگیری 50 اخلالگر بازار ارز خبر داد. دادگاهی در جمهوری آذربایجان در همسایگی شمال غربی ایران 22 شهروند خود را به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران به 10 تا 15 سال زندان محکوم کرد. وزارت اطلاعات ایران هشدار داد آمریکا در صدد است برخی مدیران میان رتبه و حتی عالی رتبه جمهوری اسلامی را به سمتی سوق دهد که انگیزه خود را برای مقابله با فشارهای بین‌المللی از دست بدهند. یک مؤسسه تحقیقاتی امنیتی اعلام کرد ایران برای تهیه اورانیوم با خلوص 90% تنها به 2 تا 4 ماه زمان نیاز دارد و پس از این مرحله نیز بین 8 تا 10 ماه وقت لازم است تا بتواند به سلاح اتمی دست پیدا کند. شرکت نفت فلات قاره اعلام کرد در هفته‌های گذشته شبکه‌های این شرکت هدف حملات سایبری گسترده و سازمانی یافته قرار گرفته و متخصصان این حملات را خنثی کردند. آنها اسرائیل و چین را مسئول این حملات می‌دانند. سخنگوی کمیسیون دفاع ملی کره شمالی امروز هشدار داد این کشور موشک‌های قاره‌پیما در اختیار دارد و می‌تواند علاوه بر پایگاه‌های نظامی آمریکایی در منطقه سرزمین آمریکا را نیز هدف قرار دهد. در سوریه مخالفان مسلح این کشور اعلام کردند سوءقصدی انتحاری در یک مجموعه امنیتی نیروی هوایی این کشور انجام دادند. گروه اسلامگرای النصرت در سوریه امروز مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفت. یکی از همکاران پیشین دولت بشار اسد به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت رئیس جمهوری سوریه می‌داند که رفتنی است و در صدد فرار به روسیه است. در مصر محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور تمامی افرادی که در جریان قیام عمومی مردمی سال گذشته دستگیر شده بودند را عفو کرد. انگلا مرکل صدراعظم آلمان در نخستین دیدارش از آتن پس از آغاز بحران یورو اعلام کرد که کشورش به حمایت از یونان ادامه می‌دهد. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در آمریکا، میت رامنی نامزد جمهوری‌خواهان در کسب مقام ریاست جمهوری از باراک اوباما پیشی گرفته است. رامنی این موفقیت را مدیون برخورد تهاجمی خود در مناظره تلویزیونی با اوباما دانسته است. گزارش‌های خبری حاکی از شماری از شرکت‌های هواپیمایی خارجی و از جمله خطوط هوایی ایر ایژیا و BMI فعالیت‌های خود در ایران را متوقف کردند. با سلام مجدد، من شاهین صداقت هستم. ادامه برنامه دفتر وکالت خود را خدمت شما تقدیم می‌کنم. در استودیو خانم دکتر مهناز طاهری پور را هم داریم. با سلام و تهنیت خدمت شما. مرسی. سلام بر شما. خیلی ممنون. تلفن ها باز هستن، میتونید زنگ بزنید. با کمال میل در اختیار شما هستیم. خانم دکتر، راجع به پرونده های واوا یا پرونده همسرانی که مورد ستم و آزار قرار میگیرن صحبت میکنیم. در حال حاضر چقدر این پرونده ها طول میکشن و پروسه کاریشون به چه صورت هستش؟ این نوع پرونده ها رو از سال 94 شروع کردن پروسه میکنن و بیشتر به خاطر این هستش که در واقع هستش اسمش Violence Against Women's Act برای خانم ها و فرزندان اون خانم ها هستش که بتونن ازشون حمایت کنن. البته من خودم تونستم برای چند تا از آقایونم این پرونده ها رو بگیرم، یعنی قبولیشون رو بگیرم. در حال حاضر پروسسینگ تایمشون حدوداً یه چیزی بین 5 تا 6 ماه هستش. البته بستگی داره اون افسری که این پرونده ها رو مرور میکنه، بعضی اوقات سوالات بیشتری دارن. من توی دفتر خودمون دوست دارم این پرونده رو در بهترین نحوی و کاملترین فرمی براشون بفرستم که دیگه سوال براشون پیش نیاد. بعضی از اوقات اشخاص فکر میکنن که باز هنوز مزدوج باشن با اون شخص، قبل از طلاق باشه. این در واقع قانون رو عوض کردن و الان خیلی دارن بیشتر
اشخاص رو بهشون حمایت میدن. برای همینه که حتی تا 2 سال بعد از طلاقتون هم هنوز شما واجد شرایط هستین اقدام بکنین. بعضی از اشخاص فکر میکنن بایستی زد و خورد باشه، حتی مسائل روحی، اذیت‌های و آزارهای روحی رو هم آدم میتونه روشون بیشتر در واقع توضیح بده، غیره و غیره. اگه مایل بودین، اگر خدای نکرده اینجور مسائل هستش، حتما با دفتر ما تماس بگیریم. من خودم روی این پرونده ها کار میکنم و از نظر موفقیت خیلی بالا بوده. خب اجازه بدید به تلفن ها برسیم. دوستی رو پای خط داریم. بفرمایید، روی خط هستی تلویزیون پارس. سلام دکتر، روزتون بخیر. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم. حد کنم که من سیتیزن آمریکا هستم، خانمم گرین کارت به اصطلاح داشتن. ما ماه جون ایشون مصاحبه داشتن، قبول شدن. بله. انگشت‌نگاری ماه اپریل بود، ماه جون هم مصاحبه قبول که شدن. به چند روز بعد نامه اومد که 15 جولای برای قسم خوردن به اصطلاح باید برن مرکز همون داخل لس آنجلس. بله. بعد روز 14 درست 1 روز قبل از اینکه برای قسم برن، ساعت 8 صبح زنگ زدن که شما نیاید اونجا چون یه مشکلی پیش اومده تا بعد ما نامه بدیم بهتون. یه تلفن زدن به موبایلمون. بله. بعد از یه تقریبا 10 روز 11 روز نامه اومد که به اصطلاح باید مدارک بیشتری لازمه که ثابت بشه که شما اینجا بودید، مثل البته حساب بانکی فعال و اجاره نامه یا هر چیز دیگه. ما چون پیش خواهرمون اونجا زندگی میکردیم، اجاره نامه نداشتیم، چیزای بانکی رو فرستادیم براشون. بله. فرستادیم، یه ماه دیگه هم بودیم و منتها هیچ خبری نشد. الان اومدیم تهران چون من کار داشتم، مجبور بودم بیام. الان 3 ماه گذشته، هیچ جوابی دیگه ندادم به ما. بسیار خوب. باید نامه چیزی بنویسیم دوباره یا دیگه جواب نمیدن از تجربه جنابعالی. کدوم ایالت هستید شما؟ ما شهر ایرواین. در کالیفرنیا هستید. بسیار خوب، من جواب میدم، از تلویزیون توجه بفرمایید و اگر سوالات بیشتری بود هم به دفتر زنگ بزنید، در اختیارتون است. لطف میکنید، چشمتون بی‌درد. خانم دکتر، من یک مقدار از این رو جواب میدم و بعدم از شما خواهش میکنم مابقیش رو. ببینید دوستان، اگر واقعا در آمریکا زندگی نمی‌کنید، در 5-6 ماه گذشته، 1 سال گذشته، می‌بینیم که سختگیری‌ها خیلی بیشتر شده و خیلی قشنگ این موضوع رو میفهمن. من پیشنهادم به شما این هستش که این مکالمه با وکیل و مذاکره با وکیل رو قبل از اینی که فرمتون رو پر بکنید انجام بدید. من می‌بینم خیلی از این دوستان که کارشون پر کردن فرم و فرستادن اونها هست ولی وکیل نیستن، متاسفانه دست به دادن اطلاعات غلط به اداره مهاجرت میکنن. این در یه زمانی ممکن بود کارگر بود، حتی اون زمان هم از نظر اخلاقی درست نبوده، ولی الان دیگه میفهمن و شما با دست خودتون گره‌ای میزنید به پرونده که بسیار بعداً باز کردنشون سخت خواهد بود. حالا اجازه بدید خانم دکتر طاهری‌پور اطلاعات بیشتری راجع به این مسئله خدمتتون خواهند داد. بله، این الان روال اداره مهاجرت شده. بعضی از اوقات اشخاص فکر می‌کردن دیگه وقتی قرار قسم خوردن رو دارن کارشون تموم شده، ولی خیلی از اشخاص هستن به ما رجوع میکنن مثل شما و میگن که ما همون روز قبلش معمولا هم میان زنگ میزنن که اشخاص رو خیلی بیشتر هم میترسونن و ترس و واهمه براشون ایجاد میکنن. شما این اوراقی که براشون فرستادین امکان داره که کم باشه و درخواست بکنن یک مصاحبه دیگه با همسر داشته باشن. از نظر اینکه بخواین شما بعد از 3 ماه فالوآپ کنین یا اینکه پیگیری کنین، تنها اشخاصی که میتونن این کارو بکنن یا وکیل هستش یا خود همسر. حالا ایشون اگه دارن برمیگردن آمریکا خودشون میتونن پیگیری کنن. اگه شما در شهر ایرواین هستین، اداره مهاجرت ناحیه سانتا انا رو باسی تشریف ببرین. برای اگه سوالات بیشتری بود لطف کنین با دفتر ما تماس بگیرین، خوشحال میشم باهاتون بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنم. ولی ببینید همینی که میفرمایید مثلا در منزل خواهر زندگی میکنید یک مقدار عجیب به نظر میرسه، چون معمولا شخص برای خودش خونه داره. وقتی که شما آدرس دیگری رو میدید به احتمال زیاد معنیش این هستش که واقعا بیشترش رو در ایران زندگی میکنید در سال، نه در آمریکا. و اگر این بوده
وقتی که پرسشنامه شما پر شده رفته حتما اطلاعات غلطی در اون پرسشنامه دادن، چون وگرنه رو خود اون پرسشنامه مشخص میشه شما واجد شرایط نیستید. و الان اینها خیلی راحت این رو در کامپیوتر میزنن، نگاه میکنن، میگن نه این اطلاعاتی که شما به ما دادید با اون اطلاعاتی که در کامپیوتر هست مغایرت داره و ممکنه در حین دروغ گفتن اشخاص رو مچشون رو بگیرن و بعد مشکل سیتیزن نشدن یک طرف دست بندازن کارت سبز رو سعی کنن پس بگیرن. این خودش خیلی مشکل بزرگی است، چون در حین دروغ گفتن اگر شما رو بگیرن شما قرار نبوده به اداره مهاجرت کذب بگید و اگر این کارو کرده باشید حق دارن که برای گرین کارت شما هم به اصطلاح نشانه برن و خطر ایجاد بکنن. به هر صورت با دفتر وکالت تماس بگیرید اطلاعات بیشتری خدمتتون بدیم. تلویزیون پارس روی خط هستید، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام عرض کردم. درود بر شما قربان، بفرمایید. خسته نباشید. میتونم با دکتر صحبت کنم؟ خودم هستم قربان، بفرمایید. آقای دکتر صداقت شما هستین؟ بله بله بفرمایید. ببخشید چون من الان داشتم برنامه نگاه می‌کردم، من فکر کردم برنامه زنده است. آقای دکتر من یه سوال داشتم از حضورتون. بله بفرمایید. مورد ما درخواست مهاجرت کاری بوده. بله. F3. من جواهر هستم. بله. سازنده قطعات ساعت‌های قدیمی. پرونده ما کلا پروسه خودش رو در طی 6 سال طی کرد، همه مراحل انجام شد، مصاحبه هم رفتیم و در نهایت تکس مالیاتی از ما خواستن و چون مبلغ تکس کم بود یه برگ صورتی به ما دادن که درخواست شما احتمالاً برای رد به اداره مهاجرت عودت داده میشه. در سطح کنسولگری اینو به شما گفتن؟ بله بله. بله. ترکیه. بله بله. خواستم ببینم که این ایراد کار واقعا همون کمبود تکس بوده، تکس مالیاتی اسپانسر؟ در تمامی این 6 سال وضع مالیاتیشون خراب بوده یا در یکی از اون 6 سال؟ نه 1 سال، همین سال 2011. آها. بله. بعد در کدوم ایالت هست این کارفرما؟ ویرجینیا. در ویرجینیا. من جواب میدم، از تلویزیون توجه بفرمایید. ممنون از من. خواهش میکنم. تمنا میکنم. ببینید شما وقتی از طریق مهارت‌های شغلی اقدام میکنید باید نشون بدید که کارفرمای شما از بدو شروع پرونده تا امروز توانایی پرداخت حقوق شما رو داشته. فرض بفرمایید که حقوق یک نفر قراره باشه $30,000. اون کارفرما باید نشون بده سود خالصش روی اون مالیات هایی که ارائه میده سالیانه، بیلان مالیاتیش رو ارائه میده، باید بتونه نشون بده که حداقل $30,000 سود خالص رو داشته، چون قراره به شما حقوق بده. از کجا میخواد حقوق بده؟ اگر این سود خالص رو نداره میتونه نشون بده که دارایی داشته و این دارایی باید لیکوید یا قابل نقد کردن باشه. نمیتونه بگه من ملکی در جایی دارم، چون ملک رو اینا قابل نقد کردن نمیدونم. بله ملک رو میشه فروخت ولی طولانی ممکنه طول بکشه برای فروختن. مثلا ممکنه نشون بدن نقدینه داشتن، ممکنه بتونن نشون بدن وصولی داشتن که روی اینا داشتن اتکا میکردن. یک همچین چیزهای قوانین خاصی برای این موضوع وجود داره. پرونده های مختلفی در گذشته بوده که راجع به اینها دادگاه ها نظر دادن و با اتکا به نظریات دادگاه ها وکیل فعلی شما میتونه یا حرفش رو بقبولونه یا نه. چون اگه بیلان مالیاتی نشون بده کسری وجود داره، کنسول ترکیه، کنسول آمریکا در ترکیه حق داشته این رو رد بکنه. کاری که انجام میشه به این صورت هست: حالا این کنسول پرونده شما رو کامل میفرسته به آمریکا و اداره مهاجرت در آمریکا با وکیل شما و با کارفرماتون صحبت میکنه، میگه ما قصد کنسل کردن و فسخ کردن این پرونده رو داریم، مگر اینکه بتونید عکس رو شما ثابت بکنید، نشون بدید که ما نظرمون غلطه. به هر صورت الان باید به تکاپو بیفتید. متاسفانه این برنامه بعضی وقتا 1 سال 1 سال نیم طول میکشه و مدت انتظارتون هنوز طولانی خواهد بود. ولی اگر سوالات دیگری دارید به دفتر وکالت ما زنگ بزنید، ما در اختیارتون هستیم. تلویزیون پارس روی خط هستید، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام آقای دکتر صداقت. درود بر شما، بفرمایید بانوی عزیز. مزاحم سوال داشتم آقای دکتر. بفرمایید. البته با این قانون گارسیا که 26 سپتامبر 2012 ابلاغ شده، بله، در این مورد سوال داشتم از شما. حتما، من در اختیارتون هستم. بفرمایید سوالتون چیه؟ آقای دکتر سال 2000 برای اطراف خواهرم برای ما اپلای شد برای گرین کارت. بله. این گرین کارت شامل 3 نفر از ما از خانواده 4 نفری ما شد،
اما دخترم چون بالای 21 سال سن شد یه به ایشون تعلق نگرفت. بله. حالا میخواستم بپرسم با توجه به این قانون گارسیا الان گرین کارت به ایشون تعلق میگیره یا نه؟ کدوم ایالت هستید شما؟ ویرجینیا هستید. امروز نوبت ویرجینیایی است. من جواب میدم، از تلویزیون توجه بفرمایید. بسیار آقای دکتر خواهش میکنم یه چیزی جواب بدین که ما متوجه میشیم، چون بعضی از همکاراتون درست پاسخ نمیدن، باز برای ما گنگه، مجبوریم دوباره مزاحمتون بشیم. حتما چشم، با کمال میل. جواب درست بدین. خواهش میکنم. مرسی. بسیار آقای دکتر خدمت سلام برسونید. خدا نگهدار. حتما. خیلی ممنون. مرسی. از وکیل بخواید جواب درست بگیرید باید ساعت رو به عقب برگردونید، زمانی که هنوز وکیل نشده بودن. این جزو لازمه های کار ماست که یک مقدار تمام جزئیات رو بگیم و بعد چون به حاشیه میریم ممکنه مسئله کدر بشه. ببینید من کلا این موضوع رو باز کنم برای شما. شما وقتی که کسی براتون اقدام میکنه، فرض کنید برادر یا خواهر برای شما اقدام کرده، شما یا پدر و مادر اقدام کردن، شما حق دارید بچه‌های زیر 21 سالتون رو هم با خودتون بیارید. منتها قانونگذارا فکر اینو نمی‌کردن که بعضی وقتا وقتی که برادر برای برادر یا خواهرش اقدام میکنه 12 سال انتظار هست. اون طفلی که قبلا شامل این پرونده میشده تا زمانی که این 12 سال بگذره و نوبت پرونده بشه ممکنه شده باشه 22 سالش و بالای 21 سال طبق قوانین آمریکا فرزند محسوب نمیشه یا چایلد به قول خودشون محسوب نمیشه. پس اون شخص نمیتونه همراه پدر مادرش مهاجرت بکنه و این خانواده ها رو از هم دور میکنه. کار درستی نیست. متاسفانه قانونگذارا زمانی که این کارو میکردن فکر این نبودن. وکلای مختلف اومدن دولت آمریکا رو مطلع کردن راجع به این موضوع، پرونده های مختلفی باز شد و صحبت سر این شد که یه قانونی ایجاد کردن به اسم Child Status Protection Act. طبق این قانون سسپا یا Child Status Protection Act، مخففش میشه سسپا، شما یک ماشین حسابی وجود داره، میگن زمان اقدامتون رو بزنید، زمانی که نوبتتون رسید رو بگذارید، سن بچه اون زمانی که اول اقدام شد و سن فعلیش رو بگذارید. اینا یه محاسباتی داره انجام میشه و علیرغم اینکه سن شخص ممکنه باشه 22 سال، طبق این ماشین حساب اگر زیر 21 محسوب بشه میگن ما اینو حساب میکنیم، سن واقعی رو حساب نمیکنیم. پس ممکنه بعضی اشخاص رو در بر بگیره. منتها این مستلزم این هستش که ما 4 اطلاع داشته باشیم: سن شخص در حین اقدام، روز و تاریخ اقدام، روز و تاریخی که نوبت به شما رسیده و روزی که قبولی پرونده رو اون اول کار گرفتید. اینها رو ما احتیاج داریم بدونیم تا بتونیم به شما بگیم قبول هست یا نه. منتها در هفته گذشته دادگاه حوزه نهم یکی از همکاران من آقای کارل شوسترمن یه پرونده‌ای رو اونجا برده بود. در این پرونده میگفت ببینید اگر برادری مثلا برای برادر خودش اقدام کرده و تا زمانی که نوبت به این پرونده رسیده فرزند اون برادر شده 23-4 سالش باشه، اون بچه زیر بال پدر و مادر نمیتونه بیاد. منتها چون این همه مدت منتظر بوده اجازه بدید پدر و مادر خودش الان براش اقدام بکنن و دیگه مدت زمان انتظاری براش نگذارید، چون ایشون 12 سال مونده بوده. این رو دادگاه حوزه نهم قبول کرد. پس فرض کنید که من برای برادرم اقدام میکنم، بچه‌های برادرم میشن بالای 21 سال نمیتونن بیان. حالا برادرم میتونه برای بچه بالای 21 سالش اقدام بکنه، خودش میتونه برای فرزندش اقدام بکنه. اگر این کارو بکنه معمولا یک انتظار 4-5 ساله بعضی وقتا وجود داره. دیگه این انتظار نیست. شما میتونید بلافاصله از اون تاریخ 12 سالی که منتظر بودید استفاده بکنید، اون تاریخ رو ببخشید به این پرونده جدید. حالا اگر میبینید که این جوابی که من به شما دارم میدم کدره، این تقصیر ما وکلا نیست. خود این لایحه‌ای که دادگاه نوشته 22 صفحه لایحه هست، یعنی فهمیدنش یه مقدار مشکل، مبحث ثقیلی هست. من پیشنهاد میکنم که با دفتر وکالت خودتون یا دفتر وکالت ما تماس بگیرید، ما بذارید ببینیم یه مشاوره احتیاج هست، نیم ساعت 1 ساعت باید پای تلفن با هم بشینیم ببینیم که شما رو شامل میشه یا نه. خانم دکتر با عذرخواهی از شما، من وقت شما رو هم گرفتم. نه خواهش میکنم. تلویزیون پارس روی خط هستید، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام علیکم. خسته نباشید. درود بر شما بانوی عزیز، بفرمایید. ببخشید. بفرمایید. من ببخشید آقای دکتر، من اقدام کردم، خیلی خلاصه میکنم، اقدام کردم برای سیتیزنی. بله. پسرام امریکا هستن.
دخترم ساکن کاناداست، اونم برای من اقامت کرده. الان من منتظر امتحان دادن سیتیزنی هستم، منتظر مصاحبه سیتیزنی هستم. در ضمن مدارک مدیکال دخترم هم که برای من اقدام کرده اومده. بله. الان من میگم اگر من باید از 20 روز این مدیکال کانادا رو بدم. بله. اگر آقای دکتر، فقط این سوال داشتم از حضورتون، اگر من برم مدارک مدیکال کانادا رو بدم، بعداً وقتی دارم میرم امتحان سیتیزنی امریکا رو بدم، اینا سوال از من نمیکنن چرا این کارو کردی؟ بسیار خوب، ما جواب میدیم. از تلویزیون توجه بفرمایید، خواهش میکنم. ممنون آقای دکتر، خیلی ممنونم. سوالش این هستش که اگر اون افسر بفهمه که برای مملکت دیگری اقدام کردم چه جوابی به من خواهد داد؟ خانم دکتر اگر لطف کنید جواب بدید اینجا. بله، اولا توی اون فرم هیچ سوال به خصوصی نیستش که آیا شما برای مملکت دیگه اقدام کردین یا خیر. اگر سوال شد میتونین حتما باستی جواب درستش رو بدین. وقتی که شما سیتیزن آمریکا میشین دیگه دلیل نداره که ممتد در آمریکا بمونین. میتونین تقاضای رزیدنسی یا اقامت ممالک دیگر هم داشته باشین. حالا دیگه وقتی که شما سیتیزن آمریکا شدین به سلامتی و بعد این پروسه برای اقامت دائم کانادا باشه، اون مسئله نخواهد بود. فقط میگم روز مصاحبه شما موظف نیستین این اطلاعات رو به افسر بدین مگر اینکه ایشون ازتون سوال بکنن. دیگه از نظر اقامت دائم کانادا باستی با وکیلی که اونجا دارن پروندهتون رو پیگیری میکنن باستی از ایشون بپرسین که اونا چه شرایطی دارن. البته این سوال ممکنه از شما پیش بیاد که چون هنوز سیتیزن که نشدید، در اون حین اگر مقیم کانادا هم شده باشید دارید میگید من مقیم 2 کشور هستم، یعنی هنوز قبل از سیتیزن شدن در آمریکا فرض کنید کار کاناداتون تموم شده باشه. روزی که میرید برای مصاحبه اون افسر حق داره بگه خانم شما در آن واحد که نمیتونید مقیم 2 مملکت باشید. این رو متاسفانه ترفند قانونی وجود نداره ما به شما بگیم یه مقدار زود اقدام کردید، بهتر بود منتظر بشید اول سیتیزن بشید بعدن، چون اگر این سوال پیش بیاد واقعا جوابی براش نیست. تلویزیون پارس روی خط هستید، بفرمایید خواهش میکنم. الو دکتر شاهین صداقت، بفرمایید خانم روی خط هستید. سلام علیکم. درود بر شما. صداقت مزاحم میشم. میخواستم یه سوالی داشتم. بفرمایید. اروپا زنگ میزنم. بعد برادر من توی کالیفرنیا است. بعد از نظر اومدن موندن به اونجا میخواستم بپرسم که برادر من مریضه اونجا، بعد ناراحتی قلبی داره که عمل کرده و خب مدارکش هم هستش اونجا. بعد خانومش هم فارغ شده. بله. خانومش هم یه مرض استخوانی گرفته که نمیتونه کار بکنه، بعد بچه دار شدن. بله. ایشون از من خواست که من بتونم بیام اونجا پیشش بمونم. بعد میخواستم ببینم این راهی هستش که من بتونم بیام اونجا. شما سیتیزن یکی از ممالک اروپایی هستی؟ بله بله. بسیار خوب، ما جواب میدیم. از تلویزیون توجه بفرمایید. یک دنیا تشکر. خواهش میکنم. خداحافظ. ببینید اگر با ویزای یا بدون ویزا تشریف بیارید، بهش میگن ویزا ویور، افرادی که از اروپا میان احتیاج به ویزا ندارن، روادیدشون رو در فرودگاه در آمریکا میگن، اون نوع ویزا حق تمدید براش نخواهید داشت. یعنی شما 3 ماه میتونید بمونید، بعد از 3 ماه بعد خارج بشید، برید یه مدت بیرون، دوباره برگردید. اگر این کار رو نمیخواید انجام بدید، میخواید بیشتر از 3 ماه بمونید، بعداً باید تشریف ببرید به کنسولگری آمریکا، بگید من با علم به این که 3 ماه رو اجازه دارم، چون بیشتر میخوام بمونم و از برادرم احتیاج به پرستاری داره برای مثلا 5 ماه 6 ماه، به من ویزا بدید که من بتونم اونجا پیششون بمونم. بعد مدارک طبی و اینها رو بردارید با خودتون ببرید. معمولا بیشتر از 6 ماه بر سال بهتون نمیدن، یعنی هر مقداری هم به شما ویزا بدن، حتی ویزای 10 ساله ممکنه بدن مکرر. وقتی وارد آمریکا میشید بیشتر از 6 ماه بهتون ویزا نمیدن، همین هست. ویزای دیگری وجود داره به اسم هیومانیتریان پرول. هیومانیتریان پرول باید نشون بدید که وضع انسانی خیلی ناجوری وجود داره، شما احتیاج به این نوع ویزا دارید تا به شما اعطا بشه. منتها معمولا این مسئله‌ای که شما الان بیان فرمودید، علی‌رغم این که واقعا از نظر روحی انسان رو ناراحت میکنه،
به اون بود و چیزی نیستش که اینها بخوان همچین ویزایی رو به شما بدن. من اون رو زیاد شفاف نمیبینم که بتونید هیومانیتریان پرول شما بگیرید. شما میتونید یه ویزای 6 ماهه بگیرید، بعد در آخر 6 ماه اگر وضع جسمانی برادر یا همسرشون هنوز جوری بود که به وجود شما احتیاج بود، میتونید تقاضای تمدید اون ویزا رو در آمریکا بکنید و بعد مدارک ارائه بدید که چرا باید تمدید بشه و در ضمن مدارک مالی که چرا میتونید هزینه خودتون رو در آمریکا پرداخت بکنید. تلویزیون پارس روی خط هستید، بفرمایید. خواهش میکنم. آقای صداقت سلام عرض میکنم. درود بر شما بانوی عزیز، بفرمایید. تو خوبه؟ سلام خانم طاهری پور. سلام از من. آقای صداقت، من یه سوالی داشتم. بفرمایید. برای من سیتیزنه، برای برادرم که مجرده تقاضای گرین کارت کرده در 2005 دسامبر 2005. بله. خواستم ببینم که البته ما همه این پولا رو دادیم، $400 $70 می مدارک هم که خواستن دادیم و اینا. تازه فقط اینترویو هستیم. من زنگم زدم به اونجا، گفتن که case is completed. خب اجازه بدید من از شما یه سوال بکنم، چون اشاره میکنم وقتمون تموم شده. ما نشنیدیم هیچ کدوم که کی برای برادرتون اقدام کرده. مادرم. مادر. بسیار خوب. اجازه بدید ما این رو از تلویزیون جواب بدیم، چون 1 دقیقه بیشتر وقت نیستش. اگر سوال دیگری بود به استودیو، به دفتر زنگ بزنید. خواهش میکنم. مادرشون برای برادر اقدام کردن. بله. اگر زمانها رو اعلام کنید. بله، الان وقتی که دیگه اون فایلینگ فی از نشنال ویزا سنتر شما پرداخت کردین، یعنی دیگه فقط گذاشتن ایشون رو توی نوبت برای مصاحبه. بستگی داره از کدوم کنسولگری دارین پروسه میشین. حدوداً از وقتی که دیگه اون بهشون میگن این کیس کامپلیت شده از نشنال ویزا سنتر بفرستن کنسولگری، حدوداً بین یه چیزی بین 5 تا 6 ماه باز طول بکشه. الان دارم پرونده های اکتبر 2005 رو در ضمن رسیدگی میکنم برای فرزندان مجرد سیتیزن ها. در نتیجه شما اگر دسامبر اقدام کردید عنقریب نوبت بهتون خواهد رسید، زیاد دور نیست. بینندگان عزیز، به اتمام وقت رسیدیم. با تشکر از شما. دیدار ما انشالله به هفته آینده. خانم دکتر خیلی ممنون ازتون. مرسی از شما. خدا نگهدار.